در یک قریه آرام ترکمن نشین در شمال افغانستان، یونس و گلنسا با هم بزرگ شدند. در کنار جوی آب بازی می‌کردند، خنده‌های کودکانشان میان درختان می‌پیچید. با گذر زمان آن دوستی کودکانه به عشقی خاموش بدل شد، عشقی که نیاز به کلمات نداشت. وقتی یونس بالاخره تصمیم گرفت از پدر گلنسا خواستگاری کند، پاسخ پدر سرد و سخت بود. دختر من قیمت دارد. فقط کسی که ثروتمند باشد لیاقتش را دارد. مهریه سنگین تعیین شد، بسیار فراتر از توان یونس. اما یونس تسلیم نشد. او قریه را ترک کرد، به ترکیه رفت و در ساختمان سازی مشغول شد. در میان برج‌های بلند و خیابان‌های شلوغ استانبول، او با دست‌های پینه بسته آجرها را جابجا می‌کرد، اما دلش همیشه کنار گلنسا بود. ماه‌ها گذشت، سال‌ها، و روزی که کیسه‌ای پر از پول و قلبی پر از امید در دست داشت، به قریه بازگشت. اما دیر شده بود. گلنسا به همسری مردی ثروتمند درآمده بود. در شب عروسی لباسش پر از طلا بود، اما نگاهش پر از حسرت. چشمش میان جمعیت به یونس افتاد و سکوت همه چیز را گفت. آن شب یونس کنار همان جوی آب نشست، تنها، آرام و شکسته. آسمان غروب کرده بود. صدایش به آرامی در باد گم شد. مهریه را آوردم، اما دلش را از دست دادم. باد زمزمه داستان را با خود برد، داستان دلی که هرگز برای فروش نبود.